چه؟ اولا سمانسو نراهی که سی چشمه بر یا بریم کمال فقط چشینا مای بابو بلبل یک چوی دام کردیم اون هم چشمه که هستینه جوباری مردم جوباری زن ها مردم بسیار آبودی خوب کردگن نبینیم یکی ما بسته از این آبوش کم ترک خصوصیتی چه داره که درخت ها بازش خاک شدن درخت ارچه اکثرتش خاک شدن بینین اگر که ارچه اگر که سبزید بسیار یک چیز خوب میداد این مینرال نیست داشتی اوج منبع مینرالی اوج که این از چی ترکیب خیمیاییش ببینین از چی برده است و کدام دوا دردها دوا است از بیماری عروقی سرکردگی تا بیماری سوراخ داخلی بیماری تکیه و حرکت چشم بیماری عضوهای نفس بیماری های روحی هاضمه و دل و رگ ها این دو جایی که گفتم این درست و چپ خب این اپ هم بسیار انسانی خوب خدمت ناس کردن سلامت باشین بچه این رودی 5 که ای طرف کوه دریا آمده است سپولو این افغانستان این پگاهی است سحری 24 خدا به همه شفای کامل و عاجل عطا فرماید خداوند تاجیکستان عزیز ما را نگاه دارد اینا خیلی کارهای خوب کردن نبین کارهای بسیار آبادانی زیاد کردند روبرتش کوشش بسیار زیادی چی داره آبادانی اینا زمانی همین چی هست به دست از دولتی هست خدا حافظ من اکنون میداریم داخلی آب نه آب نه یکی آب میزدن ایره نه خودشان نه میتونی یه خود زودتر میتونی بری بسیار چیکار رو آوردم چیکار هستی برداشتی
ایسال حاضر اینا از اکی قربان علی نفری که در اینجا قریب مدت نزدیک 40 سال انیخترش 38 سال در همین منبع مینرالی کار و فعالیت میکنن. اینا که جون کنیگه این چیه پای چی است؟ او شفا بخش اوج نوعش کوشیم از شهر دوشنبه با مسافه 700 کیلومتر دور است. از شهر خاروخ 80 از نوعش کوشیم تا 28 کیلومتر روی دارد که در اینجا ما 70 کات داریم برای طبابت بیماران. در منطقه تاجیکستان، ازبکستان، خارجان بسیار آماده ایستادند که از سال 1976 این جوری کار کرده ایستاده است که پیش اینقدر چی نداشتن. توجه مردم تا حالا بسیار شده ایستاده است که هر روز تا روز آدمای از خارجا میگیرن آب میگیرن طبابت میگیرن. اساس شفابخشی آب برای چشم، تلخه، معده، عصب، برای فشار بلند، برای میان دست و پا، برای سنگ گرده، برای کسلی قند، برای عصب، برای اینجا هست که برای کدام نمودی کسلی در ترکیبش چی دارد برای فایده نوکی همه. ما از سالهای دراز که خیلی کشت چی کرده ایستادیم، درخت چیدونده ایستادیم، آبودی کرده ایستادیم، بسیار پیشروی ها هستند، بسیار آدم ها میبیان. اساسا این سال ما از ازبکستان بسیار اومدن که وقت ازبکستان هم اومدن از هم آدم ها مالا 25-30 نفر ازبکستان اومدن طبابت گرفته ایستادن. ما خرسند از اون هستیم که خیلی سال تا سال روز تا روز آبودی شده ایستاده، پیشروی شده ایستاده است. ما از پیشور معظم ملت بسیار تشکر میگیم که آبادی ها رفته است، کنجی استقلالیت آبادی خوبی کرده است، بسیار منادار است. چی مشکلی داره نکجان؟ خیلی مشکلی برای ما او کان طرف مسئله آب ما کمچینی آبی نوشابه تازه نداریم چون که اینجا ملکی کم آب است. ولی خیلی انشالله برای ما آلوده حوض همه جا آب نرسید. شما با فکرم کوشش کردین از همین دریا آب برو وردین؟ از دریا برو وردیم قبروی ما محکم شد. اینجا خون دوره چی نداشتیم که باید تازه کنیم برای برو وردیم. فکر میکنم که روزی نزدیکی مثلا حال میشه. این درخت‌ها چی بخواسته نکجون؟ اینجا خیلی در ترکیب اینجا نمک دوره. روز این ببینید ما آبادی کردیم. انا یک درخت‌ها شنوندیم. اینجا شوره میگو نمک شوره دارد. اینجا دارید بچه از این بله خب اینا مال باجو آبا شایید نگیرن من اوزی آبادیش سوزنه که انا ارچه شنوندیم. انا برای چیمون برای که شور زمین است اینجا علاقه توق شده است. میناتوی کردگی ما نمیده. بله این دیوالو کشیده نکجون؟ یا وقت شوروی یا سنگ دیوالو؟ وقت سنگ دیوالو اینجا روی ماشینگرد ساختیم. این بعضی چیزی که هستن اینا نزدیکی ساختیم. اینجا بر وقت سال 76 77 ساختگی را برای ماشینگرد. عجب خوبه سلامت باشن. ها ان شاء الله اوستا اینا همه ساز میشن با مرور زمان. همین تینجی امانی باشد همه ساز میشه. سلامت باشین. سلامت باشین. سعی شما هم در پیشرفت همیشه خیلی زیاده. با برای نوتون و فکر بسیار کوشش ناس کردید. امیدوار هستیم که بسیار همه چیز پای. خیلی اوستا همه اوستا. سلامت باشین. خدا نگهدار باشه.